دوست دارید کشک بادمجون خوشمزه یاد بگیرید؟ پس با من همراه باشید. بادمجون، گردو، سیر، نعنا، کشک. بادمجونا رو من پوست گرفتم، از وسط دو نصفش کردم، یه آب کشیدم، گذاشتم توی ظرف بزرگی، کمی نمک ریختم. بادمجونا رو به مدت 10 دقیقه، بیشتر نمیذاریم. بعد از 10 دقیقه آبش رو خالی کردم، اصلا هم آب نکشیدم چون نمک به اندازه ریختم. میذارم روی پارچه تمیزی، کاملا بادمجون خشک بشه، تو روغن سرخ میکنم. بادمجونا رو ما میذاریم داخل سبد که کاملا روغنش بره. اینم که بادمجونامون رو داریم سرخ میکنیم. خب روغن رو داغ میکنیم، سیر میریزیم داخلش، سرخ میکنیم برای مواد داخل کشک بادمجونه. کمی هم زردچوبه میزنم، سیر رو سرخ میکنم. سیرمون سرخ شد خالیش میکنیم، بعد داخلش نعنا رو سرخ میکنم. روغنمون که داغ شدش، فقط ما داخلش میریزیم نعنای خشکمون رو، تمیز کرده باشی، چوبی هم نداشته باشه. داخلش میریزم، یه هم میزنم، خاموشش میکنم. خاموشش کردم. این پیاز هم از قبل سرخ کرده داشتم، برای داخل کشک بادمجون استفاده میکنم. گردوها رو نگینی میکنم برای داخل کشک بادمجون. نگینی های ریز بکنیم به این صورت. همه رو به همین صورت من آماده میکنم. روی تخته گردوها رو میتونید فوت کنید به این صورت. بادمجونای ما در حال سرخ شدنه. حتما بادمجون روغنش رو زیاد بریزید که روغن کمتری به این صورت مصرف میشه. برای مواد داخل کشک بادمجون، پیاز، نعنا با سیر و همه رو با هم دیگه قاطی میکنم، بعد داخل مواد کشک بادمجون رو میریزم. کمی همه رو تفلش میدم، بعد داخل مواد کشک بادمجون من کشکم خالی میکنم داخل کاسه، یکم روونش میکنم. در قابلمه رو میذاریم. خب من اینجا الان در کشک بادمجون رو برمیدارم، با کمی گوشت‌کوب اینا رو لهش میکنم. تو موادی که نعنا و سیر و پیاز داغ ریخته بودیم، کمی زردچوبه و کمی فلفل میریزیم. نمکش هم آخر سر امتحان میکنیم چون کشک شوره. کمی اینا رو که با هم دیگه تفت دادیم، دوباره میریزیم داخل کشک بادمجون ما. این مواد رو من میریزم داخل کشک بادمجون چون اینجوری خوشمزه تر میشه مواد. بعد میذارم با در بسته نیم ساعت روی حرارت کم با هم دیگه مواد با هم دیگه جا بیفته. خب من رو حرارت کم میذارم، تقریبا نیم ساعت جا بیفته با هم. کشک بادمجون ما آماده شد. توی این مرحله ما گردو رو اضافه میکنیم. اینم دوست داشتید بریزید، اگه دوست ندارید نریزید. چند قاشقش هم نگه میدارم برای بعدا. شروع میکنم به هم زدن، گردو مخلوط بشه باهاش. خب ما کشک بادمجونمون رو تو ظرف سربمون میکشیم. بادمجون رو که به این روش ما سرخ میکنیم، روغن خیلی کمی مصرف میشه. ما میریم برای تزیین کردن. کشک رو من تو قیف ریختم. اینم پیاز نگینی سرخ شده، نعنای سرخ شده، پیاز سرخ شده، کمی هم گردوهای دوسته، کمی هم کشکمون رو زعفرانی کردم که برای تزیین بشه. کشک بادمجون خوشمزه ما آماده شد. مرسی از اینکه با من همراه